رسول اکرم میگوید آدم جوان یا آدم پیرانسال وقتی که به سوی خدا توبه میکند، توبه کدام این دوست داشته تر است؟ توبه کدام این در نزد خدا نیکتر قبول می شود؟ رسول اکرم گفتند توبت الشباب، دوست داشته ترین توبه به سوی خدا توبه جوان است. جوانی که دست می بردارد در حالتی که او قادر است که زنا کند، او قادر است که حرام کرده های خدا را رجوع کند، او قادر است که از حرام کرده های خدا بخورد، او قادر است که قتل نفس کند، لیکن همه این کردارهای بد یک جانب میگذارد و پای خدا به سوی مسجد آموخته میکند و وجود خودش در بالای جای نماز آموخته میکند. رسول اکرم گفتند این جوان دوست داشته ترین جوان به سوی خداست. سلام علیکم برادرای اهل اسلام از شرکت اکای محمد خوج محمد. ادامه را گرفتیم گرانی سر بردیم اکاو، اینا مازدا، اینا ماشینو اکا، همه ماشینو بردیم و واردیم شون اکا. این روز 15/09/2024 این اکا را همه شب بردیم و واردیم. اکا چی رفته اومده؟ الحمدلله ساعت فویز افتاد ساعت فویز رفت اومده خاطر روا ساعت فویز یکم مایده خاطر نشه مالی توجیستان یکم کامبیت شده داره یکم خاطر ساعت فویز ناز رفته ناز اومده گیم یکم خاطر نشه مردم توجیستان همه ساعت فویز. برادرایی که سرشون درد میکنن یا که بعد شستن سر کمتر نمنوکی میشه سرشون درد میگیره، گیمری چیدگی هم بهترین راه حل این گیمری عربی اسم است که از شرکت شوفرما میتونید دسترس کنید، همه همین مشکلات گفتگی را برطرف میکنید. و برادرایی که میخوان گیمری رو دسترس کنن در واتساپ ما نویسید و برادرایی که ندارن واتساپ ما را در کامنتر در اومده واتساپ نویسید، خود حاضر ما واتساپ خود رو به شما روان میکنیم. و برادرها خواهرایی که در مسکو قرار دارن میتونید به آدرس ما اومده اجماع بی پول رو دسترس کنید. از روی آنی که این به سوی خدا توبه میکند. البته خوش به حال همون جوانی که علال خصوص این جوانهایی که الحال پیش روی ما هست، خوش به حال همه شما که این راهی که شما گرفتید. به خدا قسم رسول اکرم گفتند دوست داشته ترین بنده به سوی خدا که نام او در نزد خدا به نام حبیب خوانده می شود این جوان است. جوانی که توبه کننده است نزد خدا نام او حبیب است. از این خاطر حدیث های پیغمبر خدا در این باب خیلی بیشمار است. یک تای دیگرش که یک جالب کننده دقت ما و شماست، رسول الله چی گفتن؟ گفتن انا، اشاره به سوی خود کردن، من و شاب طایب و جوان توبه کننده و من که هاتین، انگشتاش برداشتن رسول اکرم گفتن مثل همین دو هست. و اشاره بالسبابه والوسطی، اشاره به سوی انگشت سبابه کردن، اشاره به سوی انگشت وسطا کردن. گفتن من و جوان توبه کننده مثل این دو انگشت در جنت نزدیک هستید. الحمدلله که باوری کامل است که ما و شما در پهلوی پیغمبر خدا هستیم، زیرا رسول اکرم خود وعده کرده است که هاتین و اشاره بالسبابه والوسطی. دیدین گفت به همین منزله گفت جوانها بر من در جنت نزدیک هستند. برو در خدمت پیر مغانی، بکن طاعت به هنگام جوانی. به پیری قوت طاعت نماند، به پیری قوت طاعت نماند و یا قابیز تو را فرصت نماند. خدا رحمت کنه جنونه. حضرت میگه تو در خدمت پیر مغانی برو، تو خدمت رسول اکرم در سر بفرار، تو پیرو پیغمبر خدا شو، بکن طاعت به هنگام جوانی.
حالت جوانیت غنیمت بشمار، در حالت جوانیت خدا را نزدیک شو. برای چی؟ با پیری قوت طاعت نماند. این رکوعی که تو ملایم میکنی و سر خم میکنی و میره بر زمین و میخیزی، این آدم پیر کرده نمیتونه. این نمازهای طولانی که تو میخوانی، زبان آدم پیر به این نمیگرده دیگر. به پیری قوت طاعت نماند، دیگر قوت نمیماند و یا قابیز تو را فرصت نماند. دویم مشکلات شمین است که قابیز گفته ملک الموت میگد، اون ملک الموت دیگر تو را فرصت نمیتد. پیری خودش یک نشانه مرگ است. تو را دیگر قابیز نمیماند. تو تکیه کننده دیگر با پیری هم نشو، بلکه اختنیم خمس قبل 50. این پیغمبر حدیثش غنیمت بشمار 5 چیز را پیش از 5 چیز. یک توش چی است؟ یک توش امین است، جوانی را پیش از پیری غنیمت بشمار. این غنیمت است. ما و شما نگیم فرداش در گمان است. فردا چیزی گمان است، این فردا را هیچ کس نمیداند. یک وجب راه است بدیل از تو تا دامان خاک، در سر این مژگان چو اشک ایستاده ای هوشیار باش. از تو تا دامان خاک یک وجب راه است. خواه پیر باشی خواه جوان، در سر این مژگان چو اشک ایستاده ای هوشیار باش. مثل اشکی که در بالای میژه های ما و شماست که این زمان میغلطد زمان دیگر، انسان حضرت بیدل گفتن هم تحیز کخته. مگو ای تشنه فردا آب نوشم. مگو ای فردا آب نوشم. مگو ای تشنه فردا آب نوشم، با پیری در راه طاعت بکوشم. اینا نگو تو. برای چی؟ با بوی پیری چندین نوجوانی برفت به توبه از این دار فانی. زیرا که بسیاری جوانهایی بود که غافل بودند، به عقل بودند، اونا تکیه کردن که خیلی پیر کشیدیم، حاضر قابلیت کار دارم، دو میکنم، کار دنیا را انجام که دادم، بعد پیر کشیدم، از همه که ماندم خدا را عبادت میکنم. لیکن حضرت گفتن با بوی پیری چندین نوجوانی برفت به توبه از این دار فانی. لیکن با پیری نارسیده و توبه پیری را نکرده که در جوانی چکار کرد؟ سفر کرد، رفت بر جای رفت که دیگر در اونجا این کار دنیای تو دیگر سبب نمی شود. در اونجا جایی هست که دیگر برای تو خجالتی تو دیگر هیچ معنی ندارد. آدم پشیمانیش در همین دنیاست. پشیمانی را در همین دنیا بکن، در اونجا دیگر پشیمانی سود ندارد، فایده ندارد. سبعتون، انس روایت میکنه حدیثه، سبعتون یظلهم الله فی ظل یوم لا ظل الا ظله. 7 طایفه هست در روز قیامت که خیلی روزی گرم هست، خیلی روزی دهشت هست، هیچ کس بر هیچ کس نزدیک شدن نمیتواند. چگونه که خدا در سوره و نازعات میگه یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبتی و بنی. اون روزی است که برادر از برادر میگریزد. مادری که بجان و جیگرش فرزندش بر اون نزدیک است، فرزند دیگر نظری رحمت نمیکند. پدر از فرزند میگریزد. همه مشغول چی هستند؟ آیا نجات میافته باشم یا نه؟ همه در این فکر هست. همان روز سایه هست، سایه عرش میگن او را. همین سایه عرش در بالای کیست؟ پیغمبر خدا را گفت 7 طایفه در زیر این سایه است. یک تایو کی است؟ شاب نشا فی عبادت الله، جوانی که در جوانی خدا را عبادت کرده است، در سایه عرش است. شما پشیمان نشین، شما آرزو به سوی عرق نوشیدن زنا نکنین، بلکه شما گریبانای خدا بگیرین، بگین هزارها بار شکر خدایا ما را تو به سوی خدا در این جوانی هدایت کردی. هزارها بار شکر گفتن، نماز شکرانه بخوانین، زیرا بسیار پیرانسالایی هست الحال که
میگویند چرا در جوانی ما نکردیم. این افسوس را در پیری میخری. اگر به شرط با را به پیری برسی دیگر فایده ندارد. حرکت کنین. هیچ کار صد راه شما را نگیرد. در هیچ فتنه و در هیچ ترس و وهم داده نشین، بلکه راه خدا را پیشه بگیرین. انشاءالله شما نجات میابین. عبدالرحمن ابن عوف خدا رحمت و مغفرت کند، بهترین صحابه پیغمبر خداست. وقتی که بچهش در جنگ نابود شد، دادرش در جنگ نابود شد، پدر عوف عبدالرحمن نزد پیغمبر آمد، گفت پیغمبر خدا بچه من در جنگ ناپدید شد، او را دشمنها اسیر گرفتن، چیکار کنم؟ رسول الله گفت پدر عبدالرحمن تو شکست دل نشو، تو رفته در خانه نماز بخوان، بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. هیچ قوت و توانایی نیست مگر بر همون ذات است. هر کاری که میکند او ذات میکند. تو بر او تکیه کن، پیش من شکایت نکن. وقتی که این پدر میگه آمد بالای جای نماز، طبق گفته پیغمبر خدا را که عمل کرد، هر روز میگه این کلمات میگفت. بناگاه از بین یک ماه گذشت که فرزندش از اسارت دشمنها نجات یافت. با بزم این 100 شتر دشمن گرفته خانه پدرش آمد. پدرشان گفتن هزارها بار شکر به سوی تو ای خدایی که من تو را به عظمتیت خواندم و از تو من مدد طلب کردم. شما هم هر مشکلاتی که بالای شما میاد، هر فتنه‌ای که بالای شما میآید، شما چیکار کنید؟ جای نماز پرتوین، فقط زاره و تولا را از خدای خود بکنید. انشاءالله از همه بلاها شما نجات میابید. خدا ترسی را در دلتان، خواه جوان باشین خواه پیرانسال، البته جایگیر کنین. البته کسی که از خدا میترسد، تمام حیوانها و تمام انسها از او میترسند. من این را برای شما یک مثال میارم. وقتی بستان خواندم، بستان سعدی را، حضرت یک حکایت عجیبی آوردن در باب خدا ترسی. تماشا کنیم. همین عملی که شما الحال کردین، به نماز جمعه که میآیین، این خود خدا ترسی هست. این علامت خدا ترسی است. و الا رفیقای شما هم در پهلوی شما در همون کارخانه‌های کار میکردین، همونجا کار کرده ایستادن، لکن شما را چی؟ ترس خدا و ایمان شما گرفته بر همین مسجد بر وقت آورده رسانید. این ایمان شماست، این ترس خداست. حضرتی را در نظم ادرارت حکایت کنند از بزرگان دین، حقیقت شناسان عین الیقین. سعدی میگوید این حکایه‌ای که من بر شما میکنم این افسانه نیست، بلکه این را حقیقتی دارد، بلکه این در تجربه حیات انسانها گذشتگی هست. آیا این چی حکایت است؟ شما گوش کنین. میگد این حکایت بیهوده نیست. حکایت کنن از بزرگان دین، حقیقت شناسان عین الیقین، که صاحب دل بر پلنگ نشست، همه رفت رهوار و مار بدست. یکی گفتش ای مردی خدای، بدین راه که رفتی مرا راه نمای. یک صاحب دل، یک خدا ترس مثل شما در بالای پلنگ میگه سوار بود. مثل ما و شما خر و اسب سوار میشیم به آسانی، او صاحب دل پلنگ به آسانی سوار شده است و در دستش یک درنده دیگر مثل مار حرکت کرده رفته است. یک شخصی میگه از پیش برآمد، گفت ای مردی خدای، بدین راه که رفتی مرا راه نمای. همین راهی که تو برای خودت اختیار کردی، این چه خیل راه بود؟ تو از کجا چی کردی که درنده رامی تو شد، نگین سعادت به نامی تو شد؟ این مرد میگه سوالش کرد چیکار کردی که این درنده، این پلنگ است، این مارم درنده هست، اینا چیکار کردی به تو رام شدن؟ حضرت چی گفتن؟ گفتن وگر
ور پلنگم زبون است و مار، وگر پلنگم زبون است و مار، ار پلنگم زبون است و مار، وگر فیل و کرگت شگفتی مدار. حضرت میگه گفتن این پلنگی که من سوار شدم، این ماری که در دست من است، اگر ای برادر فردا ببینی که من بالای فیل سوار هستم و در دستم کرگس است، یعنی فیل هم درنده است، کرگس هم درنده است، شگفتی مدار. تو در تعجب نره، تو تعجب نره که من فردا باز پلنگ سوار بشم و در بالای دستم اگر کرگس بگیرم. برای چی؟ تو هم گردن از حکم داور مپیچ، تو هم گردن از حکم داور مپیچ، کی گردن نپیچه از حکم تو هیچ. اگر تو هم ای برادری که سوال کننده هستی، اگر مثل من تام از گردن از حکم داور نپیچی، تو هم اگر پیروی قرآن و پیروی حدیث های پیغمبرت باشی، تمام این درنده ها به تو رام میشوند، همه این درنده ها به تو تسلیم میشوند، در صورتی که اگر تو چی باشی؟ از حکم خدای خود گردن نپیچی، همه اینا رامی تو میشوند. خدا رحمت کند عقبه ابن نافع یکی از سرفرمانده های اسلامی بود. میگد وقتی که رسول اکرم امرش کرد که شمال افریقا را ضبط کرده بگیر، حضرت میگد بر همون شمال افریقا حرکت کرد با همراهی سربازاش. وقتی که به افریقا رسید، یعنی افریقا میگه ما و شما، وقتی که به اون موضع رسید، یکی از سربازای خود روان کرد، عسکری خودش گفت پیشکی برو کنی نظر کن که یگان موضع خوب برای ساختن خانه باشد مرا خبر بده، آنجا ما برای شما خانه میکنیم، از آنجا حمله بعد به سوی شمال افریقا میکنیم. حضرت میگر آمدن، این عسکر آمد، میگر نظر کرد، یک جای خیلی موافق دید، گشت آمد پیش عقبه، گفت عقبه یک سرزمین دیدم به نهایت موافق است برای خانه، لیکن به نهایت شیر، پلنگ، شغال و مار عفیش به نهایت زیاد بود. حضرت گفتن من اونجا میرم. انسان از خدا که میترسید از درنده چرا بترسد؟ آمد میگد از پیش همون جنگل ایستاد و گفت ای گروه شیرا، ای گروه پلنگ ها، ای گروه شغال، ای گروه مار عفی، شما میدانید من کی هستم؟ من عقبه ابن نافع هستم، من از خدا میترسم، من پیروی قرآن، پیروی حدیث های پیغمبر خدا هستم. بر شما بر نرمی میگم همه تان این سرزمین ترک کنین که ما اینجا خانه میسازیم. حضرت میگد بلند این آواز داد، عسکرها در تعجب افتادند، آیا این حرف عقبه را میشنود؟ میگه از بین یک ساعت گذشت، به خدا قسم میگد پلنگ از پسش چند بچه دارد، شیر از پسش چند بچه دارد، مارایی که چند بچه دارد، میگد سله سله از همون موضع میبرامدن. سربازا تعجب شدن، گفتن همشون برآمد عقبه بین حمله میکنیم، همشون میکشیم. نه، گفت من به اینها مراجعت کردم، همچو یک بنده خدا ترس به اینها مراجعت کردم، اینا میدانن که عقبه از خدا میترسد، از این خاطر این سرزمین برای ما و شما ترک کردن تا که ما و شما اینجا خانه بسازیم. ببین، یعنی حضرت گفتن حکایت کنن، این حکایتی که من کردم سعدی میگد این حقیقت دارد که این از دوره پیغمبر خدا را صحابش به وجود آمدگی است. نظر میکنیم به خدا ترسی حضرت عمر. یک خدا ترسی از حضرت عمر را به شما میگم، بعدا انشاءالله موضوع خودمان آغاز میکنیم. حضرت عمر خدا رحمت و مغفرتش کند که به نهایت ما عاشق عمر هستیم، عمر را به نهایت دوست هم می‌داریم، زیرا که تمام وجودش از خدا میترسید، به نهایت از خدا میترسید. رسول اکرم بیهوده نگفتن لو کان بعد نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر پیغمبری ختم نمیشد هر آینه بعد من پیغمبر عمر بود. این گپ نمی گفت.
عمره که رسول اکرم قصر او را در جنت دیده بود و حتی گفت من داخل قصر تو نشدم زیرا که غیرتی تو بالای من غلبه کرد. همان عمره که یفر من ذله الشیطان. رسول اکرم گفت عمر تو وقتی ره میگردی شیطان از سایه تو میترسد برای که تو از خدا میترسی. همین عمر عادت داشت که شبها در همان محله مدینه در شهر مدینه سیر کند، تا به روز خواب نمیکرد. میگشت مردم چی مهمات داشته باشد، چی مشکلات داشته باشد، مردم در کدام موضوع صحبت میکند، چی کمبودی ها باشد، این گونه خلیفه ها بودن، این گونه پیشواها بودن. میگه بنز یک تیریزه آمد که یک زن میگه در بستر تنها خواب بود. میگه به خودش میگفت خدایا من از تو میترسم و الا اگر نترسم آتش بر این جاگه خود میزنم، یعنی زنا میکنم. میگه این سخن میگفت. چند مدت است میگفت خدایا این چند مدت است شوهر من در حرب است، در محاربه است، خدایا کی ایره میاری میرسانی، اشتهای شوهر دارم، پروردگار را از تو میترسم و الا به زنا دست میزنم. میگه همین سخن میگفت. عمر وقتی میگه این سخن شنید در وجودش یک لرزه پیدا شد. گفت در اصل انسان است آخه، اشتها دارد. در حال میگه پیش دخترش آمد حفصه. این در زمانی بود که پیغمبر که از دنیا گذشته بود، عمر در خلافت نشستگی بود. حفصه که زن پیغمبر خدا بود، دختر عمر بود. آمد گفت حفصه، گفت از تو یک چیز میپرسم. چی چیز؟ زن چند قدر طاقت دارد به شوهر؟ حفصه میگه حیا کرد. زنها او وقتا هم حیا داشتند، زنها بی نهایت حیا داشتند. امروز بین خواهرای ما و شما در کدام سطح قرار دارند؟ ما و شما هم تا دهنامون پوشیدگی بار هم نمیگیم که امر خدا تا بجا بیار، از خدا بترس. حتی همین را نمیگیم، میترسیم، غیرت نداریم، نمیدانیم که فردا ما و شما را از این فرزندا میپرسند. اینا نمیگیم، اینا نمیفهمیم. میگه حیا کرد. گو حفصه گفت حیا نکن، تو اگرچه دختری منم باشی تو مادری من هستی، تو زن پیغمبر هستی، زنهای پیغمبر مادری ما هستند. میگه حفصه طاقت نکرد، به زبان نگفت و به دست اشاره کرد، 4 ایشان داد. گفت 4 ماه میتواند که زن به شوهر طاقت کند. و میگه آیتی را از سوره بقره خواند. این آیت معناش همین است که اگر مردها از شما 4 ماه جدا شدند، شما میتونین که نزد قاضی مراجعت کنین و خط طلاق خدا بگیرین. این 4 ماه را وقتی که میگه آیت که ذکر کرد، حضرت عمر در حال آمد پرسان کرد شوهری همین زن در کجاست؟ گفتن در ایران جنگ میرود، در ایران است. حضرت در همونجا خط برآوردن که کدام سربازی که به جنگ میرود از 4 ماه زیاد در محاربه اشتراک نکند، 4 ماه پس نزد زنش حتمی حاضر شود. این سنت حضرت عمر است که در جنگ هایی که حضرت عمر تشکیل میکرد این سنت جاری کرده بود. از 4 ماه زیاد یعنی عسکر جنگ نکند بلکه آمده زنی خودش خبر بگیرد. اینا بین این ترس خدا بود که حضرت اینا مشاهده کردند و اینا در عمل جاری کردند. یک شب میگه، یک قصه دیگرش میگیم انشاءالله، بعد دعا میکنیم. قصه های عمر بی نهایت زیاد است، بی نهایت زیاد است. یک شب میگه یک نماینده از شهر آذربایجان هم خیلی شهر قدیمینه است، از نماینده های پادشاه عرب امون آذربایجان یک نمایندهش نزد حضرت عمر روان کرد. خدا ترسی را من بر شما میگم. وقتی میگه این نماینده آمد شهر مدینه در رسید، شب بود. گفت خانه اگر عمر برم در شب تشویش می شود، شب در مسجد شب میگذرانم، سحر انشاءالله آن
پیغامی که پادشاه بر من کرده است بر عمر میرسانم. شب میگه آمدم داخل مسجد در آمدم، همین نماینده آذربایجان. وقتی میگه در آمدم در مسجد نشستم، از یک گوشه مسجد میگه شب بی وقت بود، گریه می آمد، صدای گریه می آمد. کسی میگفت پروردگارا مرا ببخش، پروردگارا گناهایی که من کردم جملگی را ببخش، خدایا مرا از بندگی خود دور نساز، پروردگارا عاقبت کار مرا به خیر بساز. میگه هم تا کسی بود میگفت دعا میکرد، گریه میکرد. بناگاه میگه من مشتاق شدم، از دعای او لذت میبردم. وقتی میگه دعاش تمام کرد و میگه در گوشه مسجد نشست، به نزدش قدم زنان رفتم و در پهلوش نشستم. گفتم ای عاشقی خدا، تو کی هستی؟ میگه حضرت به جانب من نگاه کرد، گفت من عمر ابن الخطاب هستم. میگه در وجودم یک لرزه پیدا شد، من آوازه عمر را شنیده بودم، عمر را ندیده بودم، در حالتی که عمر با پادشاه بود. میگه گفتم در این بیوقتی شب حضرت تو روز تا بیگاه مشغول هستی، شب چی میشود که راحت میکردی؟ حضرت میگه گفت ای برادر، اگر من شب خواب کنم حق این بندگی خدا را کی میکند؟ اگر روز به خواب برم حق این رعیت، حق این مردم کی به جا میارد؟ برای پسر خطاب خواب شب خواب روز حرام است. حضرت میگه هم تا مراجعت کردن، تا به روز میگه صحبت کردیم، سحر میگه بامداد یک جایه باز در همون مسجد خواندیم و میگه به جانب من گفت یگان پیغامی داشتی؟ میگه گفتم من از آذربایجان آمدم، از پادشاه خود یک هدیه برای شما آوردم، او را میخوام که به شما تسلیم کنم. حضرت عمر گفتن خوب میشود که خانه بریم، در خانه من شما را مهمانداری میکنم، هر پیغام و هر هدیه‌ای که داری اونجا من از شما قبول میکنم. حضرت دستی او را گرفتن، میگه به خانه آمدن. وقتی در خانه در آمدن، اون زمان میگه زنی حضرت عمر دختر علی بود، ام کلثوم. فریاد زد ام کلثوم این مهمان است، یگان طعام داشته باشی نزد ما بیار. ام کلثوم میگه صدا داد عمر در خانه به جز نان خشک و کمی از ملخ پختگی دیگر چیزی نیست. خانه پادشاه که از یک قسم دنیا در دست حضرت عمر بود، به جز نان خشک یک کمی از ملخ پخته دیگر چیزی نیست. در خانه پادشاه گوشت بریان نیست، در خانه پادشاه نان ملایم نیست، در خانه پادشاه یگان آش دمداختگی نیست، در خانه عمر پول نیست، مال نیست، در بانک ها پول ندارد. حضرت یک کمی خشک میگه نان آوردن. این نماینده آذربایجان میگه وقتی که من زیر دندان میماندم، دندان من در اون نان گذر نمیکرد، نمیگرفت، لیکن عمر میدیدم آهسته آهسته میگه همون نان میخورد. وقتی که بالایی که جای نشستم فقط زمین خالی بود، چیز پرتافتگی نبود. بعد از این میگه به جانب من گشت گفت چی هدیه داری؟ میگه لطمه کشاده کردم، همون روی ما روی هست که بغیر در شهر آذربایجان دیگر در هیچ جا پخته نمیتونن. اینا فقط کیبانه های آذربایجان پخته میتونن و اینا فقط پادشاه ها میخورن، دیگر هیچ کس نمیخوره. عمر میگه وقتی نگاه کردم از این سخنهای من چنان میگه پیشانی ها رگه هاش میخیست. میگفت فقط همین مقدار است؟ گفتم بله همین مقدار است. گفت فقرای مسلمانی که بیرون مدینه زندگی میکنن اونها را که حولا میتد؟ میگه گفتم آخی این باعث شماست. میگه گفت دستمالت جمع کن، این هدیه را برده به پادشاه بده، بگو اگر دفعه دیگر همچنان معامله به عمر میکند به خدا قسم رگه های گردنش میبرم. اینجا مسلمان ها گشنه و تشنه و حلوار عمر بخورد.
بین این خدا ترسی را بین.